شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع رودکی عریضه زن 26 ساله ساکن نوع مذکور وارد گردیده است که دوم ایول سال 2023 تخمینا ساعت 23 دقیقه معشوقه شوهرش زن 28 ساله ساکن نوع فیض‌آباد وارد منزل استقامتی شده با او جنگ و جنجال نموده با کارت خسورش مرد 59 ساله را یک مرتبه به قسم دست چپش و یک مرتبه دیگر در قسمت میانش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. سبب چنین برخورد این جوانزن با پدر مرد دوست داشته‌اش معلوم نیست. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. این چنین هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 30 ساله ساکن نوع بلجوان دستگیر شد. نامبرده دوم ایول سال 2023 تخمینا ساعت‌های 23:00 دقیقه در دهه کشتوت نوع مذکور با مرد 44 ساله ساکن امین نوع جنگ و جنجال نموده با کارت یک چند مرتبه در عضوهای بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید و حادثه‌های مذکور تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مردان 42 و 27 ساله ساکنان شهر خوجند همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شدند. نامبردگان از 27 نوامبر سال 2016 تا 20 اپریل سال 2020 با روی فریب به باوری مرد 42 ساله ساکن شهر مذکور در آمده با بهانه از خارج وارد نمودن محصولات خوراکه و رونق دادن تجارتشان از او 533,000 سامانی را گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نوع سینا با عریضه مرد 34 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 20 یونیو سال 2023 تخمینا ساعت 20:00 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد مغازه مارکت 101 شده از آنجا محصولات روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانی شده 6500 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 19 ساله ساکن پایتخت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.